رازهایی که مردان متأهل باید آن را بدانند. این ویدیو را ما خاص به خاطر برادران متأهل ساختیم که برادران عزیزی که متأهل هستند باید این رازها را بدانند و این یگونه رازهایی است که شما را خوشبخت می سازه، یگونه رازهایی است و همسران شما را خوشبخت و خوشبخت‌تر می سازه و همیشه جایگاه شما را در قلب همسرانتان زنده نگه می داره. برادران عزیز محترمی که متأهل هستین، این ویدیو را تا آخرین لحظه بیننده باشین. یک زن زمانی که از شما همسران عزیزشان یک هدیه دریافت میکنه، یک تحفه دریافت میکنه، میدانین که خودشان خوشبخت‌ترین زن دنیا احساس میکنن. پس برادرای عزیز، برادرای گلم، همیشه وقت برای زنهایتون، همسرانتون شما تحفه و هدیه های بخرین. زمانی که میرین از خانه طرف وظیفه میرین، بیرون طرف کار میرین و یا به کجایی که به تفریح میرین، بعدش به خانه میایین، باید برای همسرانتان یک چیز خلاصه برشان تحفه بگیرین. این چیزها خوش میساده و متاسفانه که در این جامعه ما شما اصلا گپا نیست. تحفه بگیرین، غافلگیرش بکنین. با یک چادری، با یک لباسی شما باید دلهای همسرانتان را پیدا بکنین و همسرانتان هم بدانن که شما در بیرون هم توجه به همسران خود دارین. اما امروز یک عده مردانی هستن که متاسفانه اصلا توجهی برای همسرای خود نمیکنن و باز هم اگر مشکلاتی که در زندگیشون میایه و زندگی خوشی نمی داشته باشن، این همون مشکلات ها را میریزن به پای خواهران. میگن که زنی درستی ندارم، میگن که زنی فعالی ندارم. این همه بدبختی ما از همسرم است، از زنم است. یعنی چی برادر مسلمان؟ اصلا چرا ما همه مشکلات را به پای همسرانمون بریزیم؟ چرا خود ما را اصلاح نسازیم؟ یک مرد زمانی که از همسر خود میناله و میگه همسرم برای من همسری خوب شده نمیتونه، همسرم از خانه و زندگی من خوب حفاظت کرده نمیتونه، خب بیا برادر عزیز، تو خودت را هم یک بار مقایسه بگو که خودت چقدر یک همسر خوب برای خانومت هستی. ماه چند بار برای همسرت هدیه میگیری، ماه چند بار او را به چکر میبری، چقدر برش فرصت میگذاری که امروز صحبت بکنی، گپ بزنی، چقدر برش وقت میدی که اون مشکلات خود بر تو بیان بکنه. اگر بیایم سوال بکنیم از برادران، حتما میگن که واقعا که ما چنین کاری را در مقابل همسرانمون تا هنوز نکردیم. متاسفانه این جای بدبختی است، این جایی است که شما خودتان همسرانتان را میزنین، بدبخت میسازین. یک زن هیچ وقت از ابراز محبت و عشق شوهرش خسته نمیشه. زمانی که یک مرد برای همسر خودش بگه دوستت دارم، تو بهترین زن دنیا هستی، من بدون تو هیچم، باور بکنین برادران هیچ جایتان کم نمیشه و در ضمن رضایت الله سبحانه و تعالی را هم کسب میکنین. چرا خود را محروم ساختین؟ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که بهترین شخص در روی زمین است و پیامبر من و شماست، میدانین چی میگوید؟ همسر خدا حضرت عایشه رضی الله عنها را میگه من عایشه را از سرید کرده زیادتر دوست دارم. سرید نان تر شده در آب گوشت است. میگه من عایشه را از سرید کرده زیادتر دوست دارم. چرا ما شما ننگ بکنیم، غیرت بکنیم؟ این که غیرت نیست، در اصل بی غیرتی است. وقتی به زنت محبت نکنی، به زنت صمیمیت ندی، به زنت کلمه دوست دارم را استفاده نکنی، در حقش جفا کردی، در حقش خیانت کردی، در حقش ظلم کردی. زمانی که تو برای مرد، برای همسر خودت یک چیز را تحفه میدی، هدیه میدی، میفهمی اون زن احساس خوشبختی میکنه. چرا اینقدر یک چیزهای ناچیز شما از زنانتان سلب میکنین و باز هم میگین که زنهای ما زن زندگی نیستن؟ این بدانید برادرای محترم که نوازش یک زن، محبت یک زن با او قدرت و انگیزه بر زندگی کردن میده. خوشحال میشه که مدام با شما مردان زندگی بکنه.